دختر خانم فرانسوی و نیکبخت افغانی چقدر داستان مشابه و دردناک دارن. خیلی وقت پیش داستان بلانش مونیه را خوانده بودم. اصلاً باورم نمیشد که یک انسان او هم مادر باشد در حق یک انسان دیگر یا فرزندش چنین ظلمی را روا بداند. ولی با ماجرای نیکبخت خانم کاملاً باورم شد که بدترین ضربه انسان از نزدیکان خود می‌خورد. داستان بلانش و نیکبخت یکی است. بله، مادری دخترش را به مدت 25 سال در اتاق خانه‌شان حبس کرده بود. اگر اطلاع رسانی فرد ناشناس نبود، بلانش مونیه همان طور در آن اتاق بدون پنجره مرده بود. مورد این زن یکی از هولناکترین حبس‌های اجباری در تاریخ بشریت است و بعد از گذشت 1 قرن از آن همچنان شوکه کننده و جنج‌آور است. در سال 1876 هنگامی که بلانش 25 ساله بود، مرد را ملاقات کرد و قصد ازدواج با او را داشت. اما مرد انتظارات مادر بلانش را برآورده نمی کرد. مادرش یک بیوه زن بود. به همین خاطر می‌خواست که دختر زیبایش با مرد پولدار ازدواج کند تا بار دیگر استانداردهای یک زندگی مرفه را که یک خانواده سابقاً از آن برخوردار بود دوباره به دست بیاورد. اما مرد فقیر بود. بلانش به مادرش گفت که هرگز عشق را فدای پول نخواهد کرد. اما بعد به یک باره بلانش ناپدید شد. در حقیقت مادرش و پسرش مارسل بلانش را در اتاق در طبقه بالای خانه زندانی کرده بودند. پنجره اتاق را با تخته چوب میخ کرده و او را به تخت زنجیر کرده بودند. آنها به همسایه هایی که صدای چیخ و داد بلانش را شنیده بودند میگفتند او دیوانه شده است و همین کافی بود تا همسایه ها دیگر پی سر و صدا را نگیرند. آنها وانمود کردند که دخترشان مرده است و برای او مجلس ترحیم هم گرفته بودند. پس از آن به زندگیشان ادامه دادند، طوری که بلانش هرگز در زندگیشان نبوده. بلانش تا 50 سالگی به آن تخت زنجیر شده بود. او مجبور بود همان جایی که میخوابید مدفوع کند و تکی غذاهایی را که خدمتگار برایش روی تخت پرت میکرد بخورد. وزنش به شدت کاهش پیدا کرده به حدود 25 کیلوگرم رسیده بود. کم کم بلانش عقلش را از دست داد و دیگر نمیتوانست جمله های کامل و صحیح به زبان بیاورد. اوضاع به همین منوال پیش می رفت تا اینکه در تاریخ 23 می 1901 اداره دادستان کل پاریس نامه مرموز را دریافت کرد که در آن نوشته شده بود: آقای دادستان کل، افتخار دارم که یک موضوع بسیار جدی را به عرضتان برسانم که یک پیر دختر در خانه مادام مونیه زندانی شده و 25 سال است در گند و کثافات زندگی می کند. پلیس مادرش و مارسل را دستگیر کرد و بلانش را که نزدیک مرگ بود از نور خورشید وحشت میزد و بیمارستان انتقال داد. بلانش 16 سال دیگر زندگی کرد و در نهایت در سال 1913 در بیمارستان روانی در بلوا درگذشت.